الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادری از ما سوال کردند که در اثناء قامت گفتن انسان در کجای قامت راست می شود و صفها را راست می کند. بارک الله فیکم. این مسئله به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول در حالت قامت حضور داشتن امام و قسم دوم در حالت قامت حضور نداشتن یا نبودن امام. بارک الله فیکم. اگر قامت گفته شود در حالتی که امام وجود ندارد، امام در غرفه مخصوص امامتی خودش است، تا دیدن امام انسان از جای خود نمیخیزد و این سنت است. برای این اختلاف در بین علما نشده است، چرا که در این مسئله حدیث صحیح امام مسلم رحمه الله نص است که بلال رضی الله عنه روز دید که پرده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می جنبد، گمان کرد که رسول الله به نماز برآمده ایستادند و زود قامت را گفتند، در حالتی که رسول الله نبرآمدند و صحابگان بعد از قامت گفتن همه راست ایستادند و این راست ایستادنشان به نهایت طولانی شد، دور و دراز شد و رسول الله بعد از یک مدت بیرون شدند و به صحابگان گفتند لا تقوموا حتی ترونی، از جایتان نخیزید تا همان زمانی که مرا نبینید. یعنی قامت گفته شود هم امام را نبینید، نخیزید. و علما میگویند سنت در حالت قامت این است که امام در جای قامت گفتن بیاید، امام را ببینید، از جا خیزید. مثلا وقتی که الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله گفته شد و امام از غرفه خود برآمد، در این حالت خیزید. فرقی ندارد که در قد و قامت صلات است، در حی علی الصلاه است، در الله اکبر است یا لا اله الا الله است. اما اگر قامت گفته شد و امام نبرآمد، در این حالت نخیزید تا همون زمانی که امام برآید. امام کمی دیرتر باید تا امام برآمدن میایستید و این سنت است و این اجر دارد. و این مسئله اول. مسئله دوم، قامت در حالت گفتن امام در نزد قامت گوینده در نزد محراب وجود دارد. در این حالت در گوجای قامت میخیزید. در این مسئله علما به یک چند قول اختلاف کردند. بعضی از علما گفتند که وقتی که قامت گفته می شود و قامت گوینده به کلمه قد قامت الصلاه می آید، به تحقیق قامت رو برپا کنید یا راست بشوید گفته می شود، در این حالت میگویند خیستن سنت است. و البته درست است که بعضی از علما این سخن رو گفتند. حجتشون حجت از علی رضی الله عنه است. علی رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که قد قامت الصلاه گفته میشد به مسجد می آمدند و این دلالت میکرد که در وقت قد قامت الصلاه گفتن خیستن این از فعل سنت است. اما روایت حضرت علی رضی الله عنه با این حدیث، یعنی این روایتی که از حضرت علی آمده است، روایت شدید الضعف است، به نهایت در نزد محدثین حدیث ضعیف است و حدیث ضعیف حجت گرفته نمی شود. برای اینکه ما وقتی که سنت میگیم مستحب می شود، برای مستحب حدیث ضعیف حجت نمی شود، برای احکام حدیث ضعیف حجت نمی شود. پس در این مسئله بیرون شد در حالت قد قامت الصلاه خیستن سنت نیست و کسی که سنت میگه سخنش ضعیف است و روایتی که در این مسئله آمده ضعیف است. والله اعلم. قول دوم، قول سخن خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که میگن در حالتی که حی علی الصلاه گفته می شود بخیزید. و قول سوم، قول اینچنین مذهب ابو حنیفه و روایت از احمد ابن حنبل که میگویند در حالت پایان شوی اقامت، وقتی که قامت به کلی به پرگی پایان میرسد گفته میشد بعد از این بخیزید. و هر دوی این قولم چخیلی که میبینید از اجتهاد است. سبب اختلاف این است که در این مسئله حدیثی صحیح و صریح نآمده است که پیامبر گفته باشند یا که صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده باشند که در فلان جای قامت گفتن بخیزید. این چنین حدیث صحیح نآمده است. وقتی که حدیث صحیح که نآمد، البته علما در این مسئله اجتهاد کردند، اختلاف وجود می‌یابد. سبب اختلاف همین است. و قول چهارم سخن امام مالک رحمت الله علیه هست که به خودش این چنین علمای سلف رو دارد. یعنی غیر از امام مالک این چنین میگن بعضی از علمای سلف و بعضی از صحابه در همین مذهب بودن که انسان ها در مسئله خیستن در قامت با همدیگر مختلف هستند. یعنی انسان ها حسب حالت خودش
به قامت گفتن میخیزد. چگونه؟ میگویند بعضی انسان ها هست که در اولی قامت میخیزد، جوان است، باکی ندارد. بعضی انسان ها هست که کمی میان سال است، در مابین اقامت خیزد، در قد و قامت و صلات است، حی علی الصلات است، فرقی ندارد. و بعضی انسان ها میگن سن سالش که پیر رفته است و راست ایستادنش مشکل است، وای که ضعیف است و بی قوت است، در حالت پایان یافتن قامت وقتی که به تکبیر گفتن نزدیک می شود میخیزد، الله اکبر گویان تکبیر میگوید. یعنی مردم را حسب حالت خودش تقسیم کرده اند. میگن که این امر مسئله قامت مسئله یعنی منحصر نیست فقط در یک جای، مسئله وسیع است. و البته استاد ما شیخ محمد مختار شنقیطی فقیه علمای کباری حاضره مملکت عربستان سعودی در این مسئله چخیلی که در دستشون اشتراک کرده بودن میگفتن که این امر یعنی خیستن در حالت قامت امر وسیع است. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که در حی علی الصلاه بخیزید سنت است یا در قد قامت صلات بخیزیم سنت است. برای سنت گفتن حجت لازم و حجت وجود ندارد. و انسان میگن وقتی که امام را دید که از غرفه اش بیرون شده ایستاده است، در کجای اقامت نباشد باید خیزد و این سنت است. اما در غیر حالت ندیدن امام هر کس هر نمود است. بعضی از انسان ها در اول اقامت و بعضی انسان ها در مابین اقامت و در بعضی انسان ها در آخر اقامت میخیزند و این قول راجح و درست و صحیح است. بارک الله فیکم. یعنی همه را مجبور کرده در یک کلمه قد قامت صلات خیزوندن این ضعیف است، یا حی علی الصلاه خیزوندن ضعیف است، یا در آخر از اون خیزوندن ضعیف است. همه به حسب حالت خودش در حالتی که اجتهاد میکرد و فکر میکرد که اینجا خیستنش افضل است و بعد از این خیستن میتواند که به تکبیرة الاولی چی شود مشارکت کند و دریابد. بارک الله فیکم. و این بود سخن علما در این مسئله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.